برای نصب فتوشاپ وارد پوشه فتوشاپ که شدیم فایل ستاب رو باز میکنیم. دقت داشته باشین که قبل از نصب حتما اینترنتتون رو غیر فعال بکنید. چرا؟ چون متصل میشه به سایت سازنده این نرم افزار و نمیذاره شما این نرم افزار رو کرک بکنید. خب وارد قسمت اینستالیشن میشین. توی قسمت لنگویج شما باید زبانی رو انتخاب بکنید که بتونید داخل خود نرم افزار فتوشاپ فارسی بنویسید. توی قسمت لنگویج ها گزینه‌ای وجود داره به نام یدعم العربیه که قسمت انگلیسی هم داره، نوشته انگلیش یدعم عربیه. خب این گزینه رو انتخاب میکنین که بتونید داخل فتوشاپ فارسی بنویسید. گزینه لوکیشن رو روی دیفالت لوکیشن قرار بدی و کانتینیو رو میزنی، وارد نصب میشه. خب این نکته هست من بگم، توی قسمت پراپرتیز سیستم وقتی ما کامپیوتر رو میزنی پراپرتیز میگیری، گزینه‌ای داریم ما اینجا به نام سیستم تایپ. سیستم تایپ شما اینجا مشخص میکنه که نرم افزار شما از چه نوعی باید باشه. نرم افزار فتوشاپی که ما نصب کردیم 64 بیتی هستش. اگر ویندوز شما 32 بیتی هست باید حتما 32 بیتی نصب بکنید. اینو دقت داشته باشین. توی سایت مثلث تیوی هم من براتون به تفکیک میذارم، هم 64 بیتی میذارم هم 32 بیتی میذارم. خب نرم افزار فتوشاپ ما اینجا نصب شد، گزینه اینستال کامپلیت ظاهر شد، ساکسسفولی اینستال اومد، گزینه کلوز رو میزنم، نرم افزار میبنده و نرم افزار رو میزنم باز بشه. اگر دقت بکنیم فتوشاپ رو که میخوام باز بکنم اینجا یک پنجره برای من ظاهر میشه برای اینکه متصل بشم به سایت شرکت ادوب و اینکه بتونم این نرم افزار رو ریجستر بکنم. خب اینجا گزینه بک رو بزنم، من وارد قسمت ساین این لتر بشم، بگم بعداً میخوام وارد بشم. اینجا بهت میگه شما میتونین 7 روز از نرم افزار به صورت تریال استفاده بکنید. خب من نمیخوام نرم افزارم 7 روزه باشه، پنجره ها رو میبندم کلا و اینترنت رو متصل نمی کنم و گزینه خاصی دیگر رو نمیزنم، همینجا پنجره رو میبندم. خب وارد قسمت کرک میشم، کرک رو باز میکنم. کرک چون یک ماهیت ویروسی داره، وقتی شما اکسترکت میکنی فایل کرک رو باید توی قسمت بیت دفندر ویندوزت باید دسترسی بهش بدی که این کرک رو به عنوان ویروس شناسایی نکنه و راحت خونده بشه. خب وارد قسمت کرک میشم، کرک هم نصب میکنم. گزینه اینستال رو میزنم و در نهایت فینیش. مجدد میام نرم افزار رو باز میکنم. اینجا میگه لایسنس انجام شده، گزینه اکسپت رو میزنم، میبینید که نرم افزار به سرعت باز میشه و گزینه لایسنس دیگه از بین رفته و دیگه لایسنس و اکتیو قانونی از شما نمیخواد.